سلام دوستان، وقتتون بخیر. نوید هستم از کانال تعمیر کده. امروز اومدیم با یک کار تعمیری دیگه در خدمتتون هستیم که با شما به اشتراک بذاریم. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب کردن کانالمون، به ما انرژی بدین. امروز یک دونه اسپیکر از چینی‌ها داریم که مشکلی که داشت اینی که چند دقیقه که روشن میمونه کار میکنه کلا خاموش میشه، با باتری میزنه و کلا خاموش میشه. ما اینو میایم اول این که بازش میکنیم. چند تا پیش داره، اینا پشتشون ببینید، یکی دو تا 6 تا این پشتش پیچ داره، اینا رو باید باز کنیم و 4 تا این بالاشه. حالا اینا مدل مختلفی داره، پشتاشون رو نگاه کنیم مشخص میشه کجاش پیچ داره، همونا رو باز کنیم. حالا ما اینجا اینو بازش کردیم که به شما نشون بدیم داخلش چی هست و مشکل اینا چیه و چجوری باید تعمیرش کنیم. ببینید اینا این باندش اسپیکرشه و اینم که کلا برد شارژش و آمپلیفایرش اینا همه تو همین برد کوچیک و جمع جور سر هم شده. یکیه دیگه، کلید آن آفشه، این سوکت شارژشه قبلا تعمیر شده، چسب خورده، این اسلات مموریشه، مموری کارت میخوره و اینم که اسلات یو اس بی شه دیگه. خب اینجا هم ببینه پشتش هم چیز خاصی نداره، این آی سی آمپلیفایرشه و اینم که آی سی تغذیه، آی سی شارژ باتریش و اینا تغذیه‌اش اینا هستش. و ما ببینید اینجا این دو تا سیم قرمز و مشکی مال باتریشه که ما جدا کردیم اینجا و اینم باتری که داخلش بوده. اینا باتری 18650 نیستن، اینا یک تلقی از اینا کوچیک‌ترن. ببینید ما الان اینجا باتری 18650 دارم، اندازه‌ش رو با هم مقایسه کنید. ببینید این اندازه 18650 و اینا باتری که داخل این اسپیکر هست. عملا اینا فکر میکنم حدوداً 700-800 میلی آمپر بیشتر نیست. و حالا ما تستی که ازش گرفتیم ولی باتریش مشکل داره، بله، و باید باتریش عوض بشه. باتری اینا هم همون ولتاژ مثل ولتاژ باتری 18650، یعنی 3.7 تا 4.2 ولته، با هم یکی ان ولتاژشون. خب حالا سیماش هم که چیز خاصی نداشت دیگه، این دوتا که مثبت منفی مال باتریشه، اینا که مال اسپیکرشه. این سه تا هم که اینجا اومده برای LED هایی که روش کار شده، رقص نور داره اینجا پشتش، جلوش موقعی که آهنگی چیزی میخونه LED هاش چشمک میزنه، چیز خاصی دیگه این نداره. حالا برای اینکه شما اینا رو عوض کنی، باتریش رو عوض کنی، میتونی یک یا میتونی از همین باتری 18650 تهیه کنی داخلش جا بذارین، یا هم که میتونی یک کار دیگه انجام بدین که خیلی بصرفه است. شما از این باتری‌های موبایل‌های قدیمی اکثرا تو همه خونه‌ها پیدا میشه، هست. شما میتونید از این باتری‌ها ببینید، اینا هم دقیقاً ولتاژشون همینه، چیز خاصی نداره. ولتاژ اینه، ولتاژهای باتری‌های 18650 باش یکیه. ببینید 3.7 زده، 3.7 تا 4.2 ولت. اگه ببینید یعنی اینجا 3.7 کمترین ولتاژش و 4.2 ولت در حالت فول شارژه. شما میتونید از این باتری‌ها برای داخل این اسپیکر رو استفاده کنین و بهتر هم جوابگو است تا نسبت به باتری خودشون. یعنی ببینید این 750 میلی آمپره. حالا باتری دیگه هم میتونید پیدا کنین، اینا مثلا 1000 میلی آمپره، یا اینا باتری نوکیا، اینا هم تقریبا 1020 میلی آمپره روش داده دیگه. اگه ببینید باتری معمولی نوکیا از اینا میتونید استفاده کنین، هیچ فرقی نمیکنه داخل کارکردش. ما حالا میایم باتریش رو، سیماش رو جدا کردیم، میخوایم به این باتری لیمش کنیم. اول شما بیاین روی پینای این باتری یکم روغن لیم بزنید. ببینید فقط مثبت منفیش شما اینجا لازم دارین، این پینه وسطیش شما کاری نداشته باشین باش. مثبت اینوریش اینم روش زدن دیگه، رو همه باتری ها این مثبت منفیش هست، مثبت اینوری منفی هم اینوری. شما یکم روغن لیم بهش میزنید روی کانکتورهای باتریش و لیم کاری میکنید. این ما اینجا یکم روغن لیم میزنیم و لیمش میکنیم، سیب لیم هم میاریم. خب حالا مثبت این سیمایی هم که روی خود اسپیکر هست حواستون باشه برعکس نزنید. مثبتش قرمزه که میاد روی کانکتور مثبت
منفیش هم که مشکی میاد روی منفی. حالا این استانداردش اصولیش اینه که شما از همین باتری ها که داخل خودش هست از همونو بگیرین و داخلش استفاده کنید. ولی کسایی که مثلا میخواین شما هزینه نکنید و اینا، چون از این باتری ها هستن همه خونه ها زیاد اصلا هزینه هم ندارید، شما همونو برمی‌دارین داخل همین جایگذاری میکنید و دوباره از همه اسپیکرتون استفاده میکنید. خب ما حالا اینو باتریش رو جال زدیم، سیماش هم بستیم، میام روشنش میکنیم ببینیم کار میکنه یا نه. Power on. بله Bluetooth mode. الان میبینی که روشن شد و در حال آماده به کار دیگه. و کافی بلوتوث یا فلش رو بزنید داخلش رو استفاده کنید، چیز خاصی هم نداره دیگه، در همین حد ساده و مختصر مفید. حالا البته شما اینو بخواید بدین درست کنم براتون، الان تو این وضعیت باتری 200 تومن 150 تومن 200 تومن بهتون ازتون هزینه بگیرن. خب اینجا این مثبت اینجاش هم دوباره کنده شد. خب دوباره باید اینو بازش کنم، من برده شد، دوباره این سیماش لحیم بزنم. نه چون سیمای بی‌کیفیتی پیشین استفاده کردم، خاطر همین یکم که بالا پایین میشه سیماش کنده میشه. حواستون باشه زیاد باش بازی نکنید. خب ما اینجا سیمش رو لخت کنیم، دوباره جا بزنیم. خب نبین. حالا این منفیشم، اینجا منفیشم دوباره میکنم، دوباره جا میزنم، احتمال داره دوباره کنده بشه. حواستون باشه اگه روی برد، فقط حواستون باشه اگه روی برد علامت مثبت منفی نبود، موقعی که کنده شد حواستون باشه درست جا بزنید باتریاشو، سیمای باتری مثبت منفی رو جابجا نزنید روی بردش، امکان داره بردش آسیب ببینه یا باتریتون خراب بشه، باد کنه، چون بزنی به شارژ امکان داره باتریش خراب بشه باتریتون. حالا شما یه کار دیگه هم میتونید بکنید، اگه چند تا از این باتری ها داشتین، از این باتری که تو خونه هست، اینا رو میتونید به هم موازی کنید. یعنی چی؟ یعنی مثبت های باتری ها رو به هم، دو تا باتری داریم مثلا یا 3 تا داریم، مثبت و مثبت باتری های دو تا باتری به هم وصل میکنید و منفی هاشون رو به هم وصل میکنید. دوباره از همینجا یک دونه منفی که میاد به منفی از سه برد وصل میشه، یکی دیگه هم از این ور که مثبت میاد به مثبت روی برد وصل میشه. اینجوری ظرفیت باتریتون شما بیشتر میشه. یعنی اینکه الان با یک دونه باتری مثلا 1 ساعت شارژی داره، 2 ساعت شارژی داره، با اون دو تا باتری میشه 2 برابر یا 3 برابرش، مثلا 4 ساعت شارژی داره. خب ما اینجا میایم اینو سیما رو دوباره رو آنلاین میزنیم، لحیم کاری کنیم و لحیمش کنیم روی برد مجدد. خب حالا اینجا اینطور ببینیم، اول مثبت پایینش بود رو در بیاریم، مثبت اینجا بود. نه الان روی این بعضی بردها میزنن مثبت منفیشو، ولی روی این نزدن. Power on. آره Bluetooth mode. خب ببینید الان واسه روشن شد. خب الان اینجا کافیه ما پیچای اینو ببندیم، اینجا ببینید میخواین جا بزنیم، یک دونه دو طرف بردش یه خالیگاهی هستش که حالت کشوی میره داخل، هیچ میشه روش که نیاد بیرون، بردش میره داخل. پیچاشم میبندیم.
این پیچ اینوری رو هم میبندیم. خب الان درست شد. حالا باتریش هم میتونه شما یک جایی کنار گوشا جا بذارید. میتونید یک کار دیگه هم بکنید. یک دونه چسب دو طرفه بزنید اینجا روی پشت باندش، یعنی بچسبونید اینجا. خب ما میایم اینجا چسب دو طرفه دارم. خب ما میایم از این چسبای دو طرفه اینجا، ببینید یک ذره زیاد هم نمیخواد استفاده کنید، وزن نداره. از این چسبای دو طرفه ذره میکنیم، میزنیم پشت اسپیکر همین باندش. باتری میچسبونه همینجا پشت همین باند میچسبونه. خب تموم شد، رفت. خب حالا میایم پیچاشو میبندیم دیگه. اقبال روش اولین بزرگه باید بسته شه، بعد یکی دیگه. خب اینا رو که بستیم، حالا میریم قسمت بالایش هم اینجا فیکس میکنیم و میبندیم پیچاشو. خب دوستان ما این پیچاشو بستیم حالا و کار دیگه نمونده دیگه. اینا الان میخوایم بزنیم به شارژ ببینیم شارژ میکنه یا نه. خب اینو بزنیم به شارژ. بله ببینید الان چراغ شارژش روشن میشه. و به همین راحتی یه اسپیکری که خراب شده رو باید می‌خواستیم 200 تومن هم هزینه کنید دوباره درستش کنید، باتریش عوض کنید با این مبلغی هم نشد دیگه. باتری هم که داشتیم خونه با باتریای ضایعاتی که داشتیم با همونا دوباره همین اسپیکر رو زنده کردین و استفاده می‌کنید. این هم از کار تعمیری امروزمون. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب کردن کانالمون. به ما انرژی بدین. مرسی، خداحافظ.